ادامه بخش چهره‌های ماندگار. کوروش کبیر. کوروش کبیر بنیادگذار دولتداری متمدن. فرضیه نسبتاً دقیق علمی به آن می‌برد که نام کوروکده عهد کوروش شاید به کورکت امروزه واقع در ناحیه سپیتامن ولایت سوغد مرکز دهشورای کورکت یک پیوستگی عضوی داشته باشد. کوروش با وارث خود پسرش کامبوجیا امپری پهناور را میراث گذاشت. کامبوجیا سیاست کشورکشایی پدرش را ادامه داد. درباره 5 سال اول حکمرانی او در سرچشمه‌های خطی یگان خیلی معلومات نیست. مورخان یونانی قدیم از وقت هجوم او به مصر سر کرده درباره او اخبار می‌دهند. کوروش بعد بابل را اشغال کردن باید به مصر هجوم می‌کرد، اما طوری که اشاره کردیم او با سبب‌های نامعلوم این کار را به تأخیر انداخت. در نتیجه مرگ ناگهانی و فاجعه‌ای او این نقشه اجرا نشد. کامبوجیا نیز برای به مصر حمله آوردن شتاب نکرد. احتمال او می‌خواست خوبتر تیاری بیند و در فرصت مناسب این کار را انجام دهد. سال 525 تا میلاد کامبوجیا لشکر خود را در فلسطین جمع کرده به سوی مصر روان گردید. با یاری او کشتی‌های حربی فینیکی‌ها و یونانیان آسیای خرد آمده بودند. نخستین محاربه با لشکر مصری‌ها در نزد شهر پلوسیا به وقوع پیوست. در این زد و خورد خونین فارس‌ها پرره غلبه کردند. باقی‌مانده‌های لشکر مصر بی‌ترتیبانه خفا گشتند. بعد این محاربه فارس‌ها به سوی پایتخت مصر شهر منفیس حرکت کرده یگان مقابلیت جدی ندیدند. آنها به شهر رسیده آن را محاصره نمودند. مصری‌ها مقابلیت زیاد نشان نداده به زود تسلیم شدند. فرعون پسامپت خیسه اسیر گرفته شد، اما کامبوجیا سیاست پدرش را دوام داده او را عفو کرد. اوگوست سال 525 تا میلاد کامبوجیا را رسما شاه مصر اعلان کردند. برای توجه اهالی محلی را به خود جلب کردن او لباس‌های مصری پوشید و مراسمی به تخت‌نشینی‌اش موافق قاعده‌های مصری گذرانیده شد. برای قانونی گردانیدن حکمرانی‌اش او خود را وارث فرعون‌ها اعلان کرد. بعد منفیس را اشغال کردن کامبوجیا قبیله‌های لیویا اختیاراً به او تابع شدند. بعدتر او قسمت شمالی کوش افیوپیا را اشغال کرد. از سرچشمه‌های خطی برمی‌آید که او با بعضی عمل‌هایش روحانیان مصر را به خود ضد کرده بود. با او ویران و غارت کردن یکچند عبادتخانه‌ها را نسبت می‌دهند، اما به عقیده یک قسم عالمان این خبرها زمینه واقعی ندارند و آنها را روحانیان برای بی‌آبرو کردن کامبوجیا بافته برآوردند. در هر صورت گمان کردن دشوار است که روحانیان او را بی سبب تهمت کرده باشند. شاید خرابکنی عبادتخانه‌ها که به او نسبت می‌دهند پرره نباشد هم قسماً جای داشته است. کامبوجیا 4 سال در مصر ماند. در این میان در پایتخت امپریا وضعیت ناآرام شده بود. از نبودن پادشاه استفاده برده موبد گاوماتا که کامبوجیا اداره کارهای دولتی را به او سپاریده بود و با برادر کامبوجیا بردیا خیلی مانند بود خود را شاهنشاه اعلان کرد. حال آنکه موافق اخبار هرودوت کامبوجیا برادرش بردیا را پیش از هجومش به مصر پنهانی کشته بود. خبر تبادلات بردیای دروغین ماه مارس سال 522 تا میلاد به مصر رسید. بعد شنیدن این خبر کامبوجیا لشکر را جمع کرده به سوی ایران روان گردید، اما در راه ناگهان بیمار شده وفات کرد.